كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة نعمت فرزند. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. امروز از حیات یکی از دوستانمان به شما قصه می کنیم که چون قصه صبر است، که چون قصه شکرگزاری است. یکی از دوستانمان 6 سال پیش ازدواج کرده بود و خودی همین روز به ما به تماس برآمده گفت که صاحب فرزند شدم. یعنی خداوند پدری را بر من نصیب بگرداند و من او را تبریک گفتم و پرسیدم که پسر است یا دختر؟ گفت که دختر است و برای این طفل نوزاد دعای خوبی کردیم. پس از این از برادر پرسیدم که خیلی خرسند شده؟ گفت که بله، چه عذاب و ناامیدی ها بود. باز می گفتیم که شیطان ناامید است، اما ما به خداوند امید داریم. و صبر کرد این برادر ما و امروز بعد از 6 سال خداوند بر او دخترچه نصیب بگرداند. برادر و خواهر عزیزم، داستان صبرها بسیار هستند و چون ما میدونیم که خداوند مهربان با هر ترانه بنده خودش را امتحان میکند و در این امتحان ها صبور باشیم، چون خود خداوند میگوید که بعد از مشکلی ها آسانی می آید و این مشکلی ها را ما باید با صبر و با دعا به درگاه خداوند بگذرانیم. برادر و خواهر عزیزم، امروز ما پدران و مادران را میبینیم که ناشکری میکنند برای فرزندانشان و فرزندانشان لعنت میگویند، فرزندانشان را حرامی میگویند و فرزندانشان را دشنام میدهند و میگویند که کاش که به دنیا نمی آمدی. اگر شما از چنین گروه ها باشید، پس نعمت فرزند را از آدمانی که چند سال باز به امید فرزند هستند از آنها بپرسید و به قدری این فرزندانتان میرسید. فرزندان گاه شوخی میکنند، گاه یگان چی را ویران میکنند و ما باید پدران و مادران صبر بکنیم، چون فرزندان امانت خداوند برای ما هستند. خداوند متعال فرزندان را برای ما در امانت گذاشت. بعد از مدت آنها را از ما میگیرد و در این امانت ما باید خیانت نکنیم. وظیفه ما تربیه و به وای رساندن آنها، علم دادن و به جامعه اسلامی تقدیم کردن است تا در آینده خدمت خدا و خلق خدا را به جای آورند. پس به قدر این نعمت برسید تا آن دمی که آنها در پیش شما هستند و روزی می شود که خداوند این امانت خود را از شما می گیرد و خیلی افسوس می خورید و خیلی گریه و ناله می کنید که هیچ سودی ندارد. پس به فرزندان خود نگاه بکنید، چی دختر باشند چی پسر، به آنها یک نظر بکنید و به خود بگویید که این نعمت خداوند و امانت خداوند برای من است. و آنها را در آغوش بگیرید، آنها را ببوسید و تعلیم و تربیت دهید. برادر و خواهر عزیزم، در آخر دست دعا می برداریم و در حق فرزند این برادرمان و فرزندان تمام مسلمان ها دعای خیر می کنیم که تا خداوند آنها را ایمان کامل نصیب بگرداند و از بلا و آفت این دنیا و آخرت نگه بدارد و به راه راست هدایت بکند و این دنیا را با گفتن کلمه شهادت ترک کردن نصیب بگرداند و داخل شدن به جنت الفردوس به همه ما و به همه فرزندان ما
نصیب بگرداند. آمین. و یک چیز را فراموش نکنیم که این طفل نوزاد، این دخترچه نوزاد سبب ثبت کردن این نوار شد و این نوار هر کسی که می شنود و هر کسی که خود را اصلاح می کند نسبت به فرزندان، ثوابش به این طفل نوزاد می رسد، چون این سبب یک کاری خیر شد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل.